او Tanrı adıyla Bismillahirrahmanirrahim. انصاف علی هدایت با برنامه 143 مهندسی جهل، یک کتاب دیگر قدیمی چند صد ساله دست نوشته خطی تخصصی رو به زبان ترکی ورق میزنیم تا در دیوار مهندسی ذهن ما و عقل ما یه شکافی هرچند کوچک به بیرون از این زندان باز بکنیم تا بتونیم بیرون از این زندان ذهن رو ببینیم و با جهانی دیگر از آنچه در ذهن ما برای ما در 250 سال گذشته ساختند آشنا بشویم. آذرباش کتابخاناسه و 40 تا کتاب بود که 2 هفته پیش یا 3 هفته پیش دانلود کردیم و الان مدتی که هر از گاهی تلاش میکنیم یکی از اینها رو بخوانیم. در جلسه قبلی جامی رو خوندیم و امروز رکاب همایون رو بخونیم که حدود 300 سال پیش احتمالاً نوشته شده. بذارید ببینیم. نوشتن در این بالا نوشتن که 1100 حدود 1099 نوشته شده، الان 1446، یعنی 346 47 سال پیش این کتاب نوشته شده. دیگه نیازی نیست، این ساده هستش، این چقدر محاسبه ای لازم نیست ماشین حساب رو باز بکنیم. خب یک نگاهی به ظاهر کتاب بندازیم. کتاب در دوره عثمانی احتمالاً نوشته شده. روی جلد نقاشی روی آب هست و در سلیم آقا کتابخانه نگهداری میشه. حالا یه ویروسی هم اومد که اجازه نده ما این کتاب رو ببینیم. متاسفانه کتاب بسته شد. این ویروس ها کارشون اینه هستش. و این سلیم آقا احتمالا در استانبول نگهداری میشه. نمیدونم، این کتابخانه سلیم آقا رو جستجو نکردم که در کجا هستش. این کتاب همونطور که الان از ظاهرش دیده میشه از هر 4 طرف آسیب دیده. این کتاب صفحه بعد رو میگه که 16 صفحه داره، یعنی 16 برگ داره و در هر برگم 10 سطر نوشته شده. ابعادش هم 213 میلیمتر در 140 میلیمتر هستش، یعنی 21 سانتی متر و 3 میلیمتر در 14 سانتی متر هستش. حالا اینجا یه ستاره هم خواستن بکشن و اینجا کتابخانه رو میبینیم و اینجا دستخط خیلی چیزیه که احتمالا من در خوندن اون با مشکل مواجه خواهم شد، برای اینکه اثر انگشت و اثر ذهن و احساس و توانایی حرکت دستها به همراه مغز، یعنی با فرمان مغز بر تصویر آنچه در ذهن دارد به شکل حروف و کلمات بر روی کاغذ هستش که منحصر به فرده. در نتیجه احتمالاً در خواندن اون یه مقدار بیشتری با مشکل مواجه خواهیم شد، ولی قابل خواندن هست. یعنی اگر یه مقدار انسان حوصله به خرج بده و شتاب با این کتاب و با این خط آشنا میشه. قاعدتاً کتاب از رنگ قرمز هم برای نوشتن جمله هایی استفاده کرده و ظاهرا یه آب یا لکی روی کتاب ریخته و یه بخشی از یه جمله رو در 2 صفحه از بین برده. ظاهرا این کتاب چرکنویس اولیه هست، یعنی اولین نسخه‌ای که از روی چرکنویس یا نویسنده اصلی نوشته شده باشه نیست. برای اینکه بعضی از کلمات رو میبینیم که احتمالاً تلاش کردن پاک بکنن و از نو بنویسن، اینها رو اینجا میبینیم، اما خیلی هم چرکنویس نیست. یعنی ممکنه که خیلی با دقت نوشته. این کتاب چون خیلی طولانی نیست، 21 صفحه پی دی اف هستش که در 42 صفحه کتابی نوشته شده، ما میتونیم تمامی صفحات این کتاب رو ببینیم. اینجا یک تاریخی رو روبرو هستیم به نام 1118. حالا این نمیدونم این چی هست. اینجا
اگر برگردیم و بتونیم این کتاب رو بخونیم که فکر میکنم یه مقدار سخت خواهد بود، میتونیم اون رو کشف بکنیم. در اینجا همونطور که چیک نویس رو میتونیم ببینیم. اینجا الله رو ظاهرا تلاش کردن بنویسن و دستشون حالا خورده یا یه چیزی مثل یک نوک قلم، فکر میکنم نوک قلم خورده و یه قلم درشت این رو سیاه کرده و اینجا با یه قلم زنی بر روی نوشته کلماتی رو خط زده. در اینجا هم دوباره همون وضعیت رو میبینیم، یه انگار رنگی به روی این پاشیده یا تلاش کردن که به نظر میاد یه آبی چیزی پاشیده شده باشه. اینجا دوباره با کلماتی روبرو هستیم که با قلم اونها رو خط خطی کردن تا خونده نشه و اینجا دوباره با همون آب روبرو هستیم. اینجا ما چیز رو میبینیم، شیرازه کتاب رو میبینیم که احتمالاً اون نخی که دوخته بودن پاره شده و خود نخ هم دیده میشه، کپی شده اونجا عکسش. این خط تقریبا شبیه اون 2-3 تا خطی هستش که قبلا نتونستم بخونم و اینجا دوباره همون تاریخ شهر ذیقعده 1118 رو اینجا نوشته. یعنی اگر این باشه اونجا گفته بود که 1099 این کتاب نوشته شده، ولی اینجا در 2 جا ما با تاریخ مواجهیم که اولونن تحریرن شهر ذیقعده و اینجا هم یه عدد 20 احتمالا دیده میشه، یعنی 20م ذیقعده و 1118 رو دوباره در اینجا میتونیم ملاحظه بکنیم. در صفحات بعد هم همینطور که میبینید مثلا اینجا یه کلمه رو داخل خط قرار داده، نمیدونیم که چی هست. از اینجا به بعد ما با عدد نویسی روبرو هستیم. اینجا احتمالاً امضای کتاب هست، اینجا دوباره تاریخ رو زده در صفحه آخر و اینجا عدد رو از راست به چپ نوشته 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و همینجوری نوشته و احتمالا یه چیز آموزشی بوده تا 109 رو نوشته و جالب این است که از راست به چپ نوشته، نه از چپ به راست. معمولا ما عدد رو از چپ به راست می نویسیم. نمیدونم این هم چرا اتفاق افتاده، برای اینکه وقتی مسلمان ها از راست به چپ می نویسن باید قاعدتا حساب رو هم از راست به چپ بنویسن، ولی چی شده که حساب رو از چپ به راست می نویسن؟ این یه مسئله است که باید دوستانی که در این رشته ها تخصصی دارند برای ما بگن که چه اتفاقی افتاده که مسلمان ها برعکس اون قاعده، چون که حالا در اسلام یه فقهای اسلام، نه خود اسلام، در اسلام یه چنین چیزی رو من ندیدم، احتمالاً دیگرانی دیده باشم، ولی فقهای اسلام میگن پای راست بر پای چپ یا دست راست بر دست چپ مقدمه. در نتیجه اگه جای خوب میرید با دست یا خارج میشید با پای راست خارج بشید، ولی اگر یه جای بد میرید با پای چپ وارد بشید، مثل توالت مثلا با پای چپ وارد بشید. نمیدونم چرا. و اینجا یه اعداد محاسباتی رو میبینیم که حالا باز هم سر در نمیارم، احتمالا در متن کتاب نوشته باشه. حالا برگردیم و ببینیم که این کتاب چی نوشته، آیا میتونیم اینو بخونیم یا نه. کتاب با بسم الله شروع نمیشه، چرا؟ نمیدونم. آیا این رو مسلمان ها ننوشتن؟ آیا اتفاقی براش افتاده؟ یک صفحه از اول کتاب مثلا پاره شده؟ اینها به خصوص که نمیتونم الان این رو بخونم که چی هست. یعنی این با خط قرمز رو تحریر اولونور، فقط نگاه کنید، فقط تونستم همایون بوبلم تحریر اولونور، این تحریر اولونور رو خوندم، بقیه رو نتونستم بخونم. گوش یکتا و سوتربی همتا گرامه پیر شاه حضرتlerinin خاک پای
پاکی خاکپای و وهما قرار لریندن بیرون عبودیت مالینه قلدت. نه این رو نمیتونم بخونم، البته نمیتونم بخونم، میبینی که زور میبره و میشه این کتاب رو با خواندن چند صفحه با این خط آشنا شد. خط جالبی هستش ولی از حوصله این برنامه که خودش سنگینه خارج هست. بریم کتاب بعدی رو باز بکنیم، شرح الکنوز یا شرح الکنز. شرح الکنز رو میگه که در 1069 نوشتن، یعنی حدود 300 و مثلا 70 سال پیش اینا. البته میشه محاسبه شد. کلکولیتر رو اگه باز بکنیم، ماشین حساب رو 1446 رو ازش کم بکنیم 1069 رو میشه 377 سال پیش این کتاب میگه که نوشته شده در 50 صفحه و اینجا جلد رو نشون نمیده، اما شیرازه کتاب رو میبینیم که کاملا پاره شده و این کتاب از جلد جدا شده متاسفانه. حالا بذارید این رو کوچیک بکنیم این کتاب رو بهتر ببینیم. جلدش رو نشون نمیده و اینجا کدوم کتاب؟ سلیمانیه کتوپانسی هستش احتمالاً. و اینجا ما با متن بسیار زیبایی. حالا کتاب قبلی از نظر نگارش شاید خیلی زیبا بود و برای من زیبا اصلا نبود، برای اینکه نتونستم به راحتی و بدون دردسر زیاد باهاش ارتباط برقرار بکنم. این از نظر من زیبایی نیست. خیلی ها دوست دارن اون خط اونجوری باشه، خیلی نقاشی مدلش خیلی بالا باشه، ولی من با چیزهای ساده‌ای که بتونم ارتباط برقرار بکنم، درکشون بکنم و اونها من رو درک بکنن، راحتم و اونها رو زیبا میدم. با انسان هم همینطور. انسان هایی که خیلی پیچیده باشن برای من خسته کننده هستن. حالا اینجا با این خط خیلی جالبی هست که بهش میگن خط دیوانی. این خط رو اینجا میبینیم. این کتاب ظاهرا 50 صفحه ملاحظه میکنیم. در صفحه اول بسم الله نداره، ولی خب به جای بسم الله از یه چیزهای دیگری استفاده کرده و در بالا و سمت راست صفحه اول یک یا دو تا حاشیه نویسی انجام داده که حالا اگه بتونیم بخونیم خیلی عالی خواهد بود. صفحات بعد اینجا حاشیه کتاب رو میبینیم که یه مقدار آسیب دیدگی داره، ولی در صفحات بعد این رو نمیبینیم. با رنگ سیاه نوشته. فاصله بین سطرها خیلی زیباست، فاصله بین کلمات بهتره، میشه کاملا خوند. اینجا یک سطر رو آب ریخته شده، معلومه کاملا آب رو انگار عمدی ریختن. نگاه کنید، از عمد روی این سطر اومده و از کتاب صفحه بعد هم همون سطر رو ادامه داده. این یه عمدی بوده احتمالاً، نمیدونم چرا این کارو کردن، واقعا هیچی سر در نمیارم. و فقط یک طرف کتاب بوده و تمامی صفحه های کتاب نبوده. اینجا با یه مهر مواجهیم بر روی کتاب که نمیدونم چی هست. اینجا با سطر اول این کتاب رو میبینیم که حالا آب نیست، ولی انگار که یه چیزی اومده و تلاش کرده این رو از بین ببره که الحمدلله دیده میشه. اینجا میبینیم که حاشیه شیرازه کتاب نخش پاره شده و همینطور کتاب خیلی خوب نوشته شده. همونطور که عرض کردم کتاب 377 سال پیش نوشته شده. جدید هست به نظر من. چرا جدیده؟ یعنی 377 سال جدیده، برای اینکه در هیچ کدوم از 4 طرف نوشته جایی برای حاشیه نویسی نگذاشته. این نشون میده که کاغذ یه مقداری ارزان بوده در اون مقطع تاریخی و کسایی که اهل تحصیل و اینها بودند هم میتونستن کتاب رو بخرن و بخونن. اگر میبینی که در تاریخ تعداد افراد
که کتاب نوشتن کم هست و اکثرا هم ترک هستند، به خاطر اینه که این آدم هایی که نوشته مثل ابو علی سینا پدرشون فرماندار بوده، یعنی یه آدم پولداری پشت سر این آدم بوده که بچهشو بذاره تحصیل بکنه، براش کتاب های گران قیمت بخره. هر کتابی به اندازه یه خونه قیمت داشته تقریبا، نه اینکه به اندازه یه خونه ولی واقعا خیلی گران بوده. و اینجا کتاب تقریبا تمام شد و ما تاریخ رو میبینیم. ستة تسعة المبارک سنه 69 1076 اینجا نوشته. 60 احتمالا من اینو اشتباه 70 خوندم، 60 69 درسته، اون چیزی که اون بالا هست درسته. خب برمیگردیم این کتاب رو بخونیم. حالا کتاب قبلی رو نتونستیم، این کتاب رو در عرض همین مدتی که الان مونده بخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این کتاب نگفته ولی ما بگیم برای اینکه حالا اینجا رو هم میخونیم ببینیم. ما نظمه من البیان ما نظمه من البیان فی سمت سطور هذا الرقیم العبقری البیان و رقمه براءة البراءة على صحائف هذا السفر الجامع المحاسن البديع والبيان من أصل الوقف والشروط و وجوه المصارف على النمط المبسوط جرى الكلمة لدي وأتصح جميعه بين يدي وإني حكمت بالصحة واللزوم في الخصوص والعموم عالما بالخلاف الجاري بين الأئمة الأسلاف في تسجيل وفاق الارتبارية وبه الارتباط احتمالا ارتبار بالأجر والثواب من الله العزيز الوهاب وأنا الفقير إلى الله الغني المستعان سيد محمد بن سيد محمد الحسيني ابن السنجي السيد برهان القاضي بالأسكر المظفر بالولاية أنادولي عفا عنهم الملك الديان. خب اینجا این آدم که اسمش هستش سید محمد، فرزند سید محمد الحسنی احتمالا یا الحسینی ابن السجنی از سید برهان القاضی بالاسگر. این پدر بزرگش در جنگ مجروح شده، مجروح جنگی بوده، بهش میگفتن قاضی بالاسگر. این اسمش هم بوده پدر بزرگش سنجی سید برهان، ابن السنجی از سید برهان. حالا پدر بزرگش هم اسمش بوده از سنجی. همینقدر دیگه انسان ها خودشون رو به این شکل معرفی میکردن. حالا اونجا یه چیزی نوشته شده که متاسفانه از بین رفته. احتمال میدم این کتاب الان اینجا تا شده، تا رو باز کردن یا بستن، به خاطر اینکه یه بخشی از این که نوشته از بین رفته. حالا این آناتولی، متولد آناتولی و ساکن در آناتولی، این امروزه آنادولی میگن، آناتولی نمیگن. مولانا و من کل الوجوه شمس پاشانون بو محله قید اولونده. حالا اینجا یه چیزی نوشته اصلها المزی المختوم و مولانا و من کل الوجوه اولانا محمد ابن سید محمد ابن الحسنی. حالا اون برهان الدین القاضی بالعسکری المظفر، حالا اونم که هیچی، به ولایت آناتولی المعمون قضائیه و رحمهم الله و اتا العبد الدائی المحتاج الى ربه الى بر ربه الرؤوف احمد ابن یوسف خلافه. حالا اونجا چی هستش؟ به مدینه قزل حصار
گوزلحصار حماها الله تعالی. اینم همون رو به یه شکل دیگه نوشته. حالا اصل کتاب از اینجا شروع میشه: الحمدلله واقف الاحوال. دیگه بسم الله رو نگفته، با الحمدلله شروع کرده، احتمالاً هم با شعر شروع کرده یا خودش شعره. حالا ببینیم چی نوشته، چون بالا گفت که این یک نوع شعری هستش. حالا ببینیم: الحمدلله واقف الاحوال الکریم المهیمن المتعال حمد اوتاج تارن سنخست تارک سنخست صدر هر نامه نور کن هست کهنست واقف اسرار سرائر و کاشف امطار ضمائر اولان خدای متعال المنزه ان و سمه الند و المثال درگاهنه به حکم حدیث شریف کل امر زلبال عنوان نامنه صحایف اعمال اولان نفور حمد و سپاس بی حد و درود و مدح بی قیاس و لایعد اهدا و تقدیم قلندقدن sonra قامت بالای بنی نوع انسانی خلعت و آلای قدرت قاهره و تراز مکنت و کرامت باهره بیرل شرف و مشرف و مترز علمق ارزانی قلوب عبادی کریملرین مظهر خدات جمیله آثار و مظهر مدات جلیلت الآثار قلمغله عامی مخلوقاتدن ممتاز و کافه موجوداتدن سرفراز قلدی و جواهر صلوات متوالیات زاکیات و زواهر تسلیمات متعال. این زواهر اون ظاهر نیستش، این با رز نوشته شده، من نمیدونم چی هستش. البته زهره میدونیم گل هست، احتمالا این زواهر همون گل ها هستش. و زواهر تسلیمات متعالبات و وافیات مفخر موجودات و خلاصه کائنات نشیننده سربر لولاک و خطاب آرنده و ما ارسلناک شفیع الوری بیشوای سبل. حالا اینجا و ما ارسلناک بقیهش کو؟ البته اینجا عدد 2 رو گذاشته و اینجا عدد 3 رو گذاشته. اینجا معلومه که عدد اول از بین رفته، عدد 1 احتمالاً از بین رفته صفحه 1. 3 شفیع الواری بیشوای سبل حبیب خدا مقتدای رسول عقول همه همچو قطره ز بحر جز آمد محمد بود عقل کل. حضرتlerinin مرشد شریف پاک و عنصر لطیف تابناک لدیه ما تعاقب اللیالی و الاسحار ایثار و نثار قلنور که اتباع طرائق دین مبینی تبعیت غول نفس و هوا برله سراب صحرای شگاده بی سر و سامان اولان مجرم و آسیلری سبل سعادت و سداده گتمکره دائی و التماع شوارق شرع مینی دیاجیر بیداء زلال حواده سرگشته و سرگردان قلان قلبی قاسلری و عادی خیردن شاهراه هدایت و رشاد هادی المشتر و صدور صفه معل رسالت و بدرقه محفل نبویت اولان جهار یادا سبهر خدا و رجوم جنود اوج شگادر رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. ایشبو مقاله مشکمین یعنی مشکین شده. ایشبو یعنی همین مقاله مشکمین
سوادون تحریر و انشاسنه با یادی و باعث بادی و باعث و بو رسالی انبرین احتمالا باشه، انبرین مدارک تصویر و املاسنه رائی و حادث بودور که صاحب المجد راسخ و شرف شامخ حاوی المعالی و المعاصر جامع المکارم و المفاخر یمین دین و دولت امین الملک و الملت قدوة ارباب العز والاقبال عمدة اصحاب السعادة والاجلال ذو دولة راسخة والعز الطارحة المحقوق احتمالا باشه، المحقوق به تصنوف عواطف الملك المنان و وزارتدن متقاعد اولان صاحب الخیرات و الحسنات. حالا یه وزیری بوده احتمالاً، متقاعد شده یعنی یه پیر شده، گفتن آقا برو به خونه بش. امروزه به متقاعد در ایران بازنشسته میگن، در آذربایجان متقاعد میگن، در ترکیه چی میگن؟ حالا ذهنم رفت. امکلی، در ترکیه امکلی میگن. وزارتدن متقاعدان صاحب الخیرات و الحسنات و رایت الصدقات و المبرات طالب رضا الرحمن شمس پاشا. اسمش اینه، اون آخرم که گفتیم شمس یه جای اول کتاب شمس بود، همونه. طالب رضا الرحمن شمس پاشا لا زالت آیات و اجلالهی فی صحائف الایام المستوره و رایات اقبالهی بریاه سعادت خافعه منشوره و تقبل خیراتهی و تضاعف حسناتهی طرف باهرت شرفلریندن خصوص جایی البیانی اقراره و دعوی و خصومته وکیل رو. حالا یه دعوایی بوده، اینو وکیل کردن. محیدت لریله وکالت ثابت اولان. حالا اینم یه آدمی بوده، یه شیخی بوده، شیخ محمیه سوره سکانندن از شیخ محمد ابن موسی قاسم ابن حسن شهادت لریله وکالتی ثابت اولان محبت فیض و الهام و مظهر انوار حی الانام قدوة المشایخ العظام عمدة السالکین الکرام الشیخ العالم الکامل الربانی و المرشد العامل المکمل السبحانی الشیخ عبدالمجید ابن محرم افندی المعروف به سیواسی افندی، سیواسی افندی وقف لاحق البیان و براتی التبیان تسجیل و تکمیل چون متولی نسب بولونان درگاه عالی متفرقلرنده قدوت الاماجد و الاکارم عمدت المحامد و المکارم. این دومی یا سومین سند هستش که در مورد وقف یا شکایت داریم میخونیم که خیلی تخصصیه. میبینید که البته بیشتر اینجا این آدم ها رو هی داره صفات چیز میاره دیگه، نمیخواد. در گذشته انسان ها رو در حدی که عالم بودند و چیز بودند یه مقدار اغراق بسیار زیادی میکردن در تجریمش و من فکر کنم بهتر بوده، نه اینکه بد بوده باشه. متفرقلریندن قدوت الاماجد و الاکارم عمدت المحامد و المکارم مصطفی آقا ابن سید علی ایله معن یعنی با هم مجلس شرع شریف شامخ الاماد و محفل دین منیف راسخ الاوتاده حاضر و بالمواجهه تقریر کلام صحت نظام ادب موکلم واقف مشار الیه وقتن که مجاری احوالنده تدبر و مبادی امور معالنده تفکر ادب جناب وهاب حقدن
ve canibe feyyaz mutlaqdan kendiye hasıl olan, kendiye yani برای ایشون kendiye hasıl olan nu'ama متوافرنون حمدینه طاقت و آلاء متکاسرنون شکرینه قدرت و مکنت میسر المق مقدور ادیتوب معلوم ادیتوب و bu dünyای دون و سپهر بوگلمونون فناسنده نشان فنا عیان و اینان ایله و انان ایله انا توامن و جفاسی و فاسندن جفاسی و فاسندن اوفر و کربتی راحتیندن اکثر ایدیکن بصر بصیرت و عین یقین ایله گروب سعادت الهام و الهی و مساعدت الفام غیر متناهی. خیلی کلمات برده که من بسیارشو نمیدونم چیه. مظهر düşüp ol kerim آل حضرت آله حضرتlerinin ve ma تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله آیه کریمسی دعوتine icabet ve Resul-i Ekrem sallallahu تعالی علیه و سلم حضرتlerinin اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا عن ثلث علم نافع و ولد صالح یدعو له و صدقه جاریه. این ستا رو حضرت محمد گفته که وقتی انسان ها میمیرن دیگه نمیتونن هیچ کاری بکنن و یا هیچ کاری براشون انجام نمیشه داد الا سه چیز که خیلی مهمه. این قطع عمله الا عن ثلث، همه کارهاش قطع میشه الا از سه تا رابطش قطع نمیشه، سه تا عمل. یکی چیه؟ علم نافع. اگر یه علمی داشته باشه که برای دیگران نفعی داشته باشه از اون منفعت میبره در اون عالم. و ولد صالح یدعو له و فرزند صالح، نمیگه پسر، یا البته اینجا ولد به معنی پسر هست ولی خب منظور فرزنده. و ولد صالح یدعو له که دعا بکنه پدران رو، پدر و مادرش رو. و صدقتون جاریه و صدقه ای که خورده شده و تمام شده باشه نه، صدقه ای که باقی جاری هست هنوز ادامه داره. مثلا یه چشمه درست کرده، یه استخر درست کرده، مردم ازش آب درست میکنن، یا یه ساختمون ساخته، یه جایی رو ایجاد کرده که درآمدش رو میدن برای مثلا تحصیل و آموزش کودکان، یا یه مدرسه ساخته. اینها یه چیزیه که صدقه جاری هست. و دخی من بنی مسجد من بنی مسجدن، و هر کسی که یه مسجدی ایجاد کرده باشه، سه تا گفته بود شد 4 تا. اینو فکر میکنن که حالا دیگه حدیث دیگه گفته 3 تا ما 4 تا بکنیم اینا. من بنی مسجدن بنی الله تعالی له بیتن فی الجنه، و هر کسی که یه مسجدی رو در دنیا بسازه خداوند الله تعالی آقا در قیامت الله مجبوره یه خونه برای من بسازه در اونجا برم بهش. حالا به هر حال یه خونه ساخته دیگه، نمیشه که نرفت اونجا. و دخیل لیس لک مالک الا ما اکلته فافتیت او لیست فابیست او تصدقت فآفیت. احادیث شریفه سنن اشارات منیفه سینه مطابق edip ve akıl sahibi sedat olan kimseye idkhar zad yevm meade himmet ve قبل فوات الفرصتی دائم نفع birle عمل edip. bir اینجا birle یعنی برابر، عمل edip لازم edükne واقف و جازم لگاده اولاجق بهجت و سفانون اسبابینی عموما bu مزرعه آخره و محصده زاخره اولان سرای دنیاده حاصل اولاجقن بلدیسه اینان عظیمین جانب خدایه منعطف قلوب ولایت آنا تولیده لواء ایدینه
واقع کشک گزاسینه تابع وطن اصلیسی و سلسی اولان تابع وطن اصلیسی و سلسی اولان گرگه یاولیده خالا کندی بنا و احداث اتدگی خالا کندی بنا و احداث اتدگی جامع شریف و معبد لطیف ده وضع ایلدگی وجهه آتی üzere یومی 5 جزء شریفün و حجرات و معلم خانه و چشمelerin و نفس Gözülhisar'da ve nefsi Kızılhisar امروزه Kızılhisar میگن احتمالاً با ک نمیشه ولی اونجا میگه Kızılhisar'da واقع جامع کبیره تلاوت olunan بحر یوم 5 جزء. حالا دیگه اینجا یه چیزایی رو میگه که کتاب خیلی ساده نوشته شده با کلمات گلومبو سلومبه که یه مقدار سخته، ولی اینجا یه قهوه خانه دیدم ببینید 477 سال پیش در مورد قهوه خانه چی جانبinde olan 9 dükkandır و نفس کشک بازاری یری ki مرحومünden Ahmet Paşa اوقافیندن olup mütevellisinden nagzini 30.000 akçeye ve arsesini. این nagzini یعنی چی؟ نمیدونم. arsesini musaneheten 3600 akçeye alıp müceddet ibna elediği gehbehane ve etmek furuni و اکمک اینم احتمالاً اتمک شده و اتمک فرونی یعنی حالا اجاق نیست و این تنور و اکمک رو حالا اینجا اتمک نوشته و اتمک فرونی و جمعاً 160 باب دکانی. واو، اون زمان در اینجا ببین چه چیزایی ساخته بوده آدم در، یعنی اگه برگردیم ببینیم اون چی شده ببینیم خیلی جالبه. بذار بریم بالاتر ببینیم این چی نوشته و شرگن داره. حالا اینجا من اومدم ببینم که چی هست. خب از اینجا بخونیم، از اینجا به بعد جالبه. حالا آخر کتاب رو هم نخوندیم، اینجا رو بخونیم. شریفین مصارفی و سایر وظایف خدمات مهماتی چون خالص مالندن و اتیب منالندن. اتیب یعنی خیلی پاک، طیب. اتیب منالندن نفس گزülhisar'da واقع مرحومه این خانم بوده. جلجو خاتون تابسراها اوقافندن olan arseye izn şer ve mütevelli ile bina eyledici kıbleten merhum Hasan Efendi خانی و شرگن قاسم افندی قهوه خانسی. حالا قبله طرفی مرحوم افندی. حالا اونجا یه چیزایی درست کرده، میگه طرف قبله یعنی جنوب. بنا اتجاه قبلتن مرحوم حسن افندی خانی. این در قبله ملک حسن افندی خانی وجود داشته و شرگن جنسخان طرفته و شرگن قاسم افندی قهوه خاناسی و تحت القلعه. حالا تحت القلعه و شمالن. این تحت القلعه احتمالا یه جایی قلعه بوده اونجا، نمیدونم، احتمالا اونجا. و تحت القلعه و شمالن سراجخانه. اونجا سراجخانه بوده. حالا خودم هم موندم که سراج چی هست. سراج و سراج خانه ببینیم چی میاره. اینجا میگه که سراج در معنی زینساز و سراج خانه به معنی دکان یا بازار زینسازی است. خب پس این هم سراج به معنی کسی بوده که زین میساخته، زین برای اسب و قاطر و الاغ و اینها. و شمالا سراج خانه و غربن
خله بازاره یا فله بازاره، احتمالا فله باشه، نمیدونم. فله بازاری ایل محدود علوم. حالا اینجا میگه که این وقف موقوفه در کجا وجود داشته، از نظر جغرافیایی این رو میخواد بگه که شرق و جنوب و شمالش و اینها چی بوده. ایل محدود علوم ایتی یگirmi دولابی و تشری مقابلesinde 50 bab dükkanı müştemil olan بزازستانی که غله بازاری طرفinde طولن 15 zira و ارزن 3 zira ارزی. حالا زراع چقدره من اینها رو دیگه نمیدونم. قبلا توی یک کتابی خوندیم که در مورد زمین شناسی بود، اینو خوندیم که البته در رابطه با استرلاب و اینا بود که به زمین میپرداخت. جغرافیا رو، کتاب در مورد جغرافیا بود و از طریق استرلاب و اینها اندازه میگرفتن. حالا اونجا با زراع آشنا شده بودیم ولی یادم نیست چقدر بود. میگه که حالا ایچی 20 دلابه و تشره مقابلesinde و تشر بیرون، خارج، dışarı، امروزه dışarı میگن. تشره مقابلesinde 50 باب دکانه مشتمل، 50 تا دکان داشته. بزازستانی که غله بازاره. حالا یه جایی بوده بزازستان. بزاز کسایی که بیشتر لباس میفروشن، بزازستان هم یا جایی که اغلبشون لباس فروشن، که غله بازاری در مقابل اون بوده. طرفinde طولن 15 zira، طولش 15 زرا بوده و ارزن 3 زرا و ارزش هم 3 زرا بوده. حالا این زرا چقدره میتونیم دوباره گوگل رو بریم ببینیم که زرع و زراع ببینیم چی میگه. تشیر الى ان النفس المفهوم العام و هو زراعة البناء نباتات و تنمية المحاصيل، ولكن زرع هو الفعل عملية الغرس البذور و وضعها في الأرض، بينما زراع هو المصدر أو اسم من الفعل ضارع الذي يعني أنبات نبتة ونموها حتى تظهر السنابل والحبوب. ما مصطلح الزراعة بشكل عام فشير إلى أنشطة الواسطة مثل زراعة المحاصيل و تربية الحيوانات و إدارة الموارد الطبيعية. شرح تفصیلی. حالا اینجا شرح تفصیلی میگه ولی این اون چیزی نیستش که ما به دنبالشیم. اینجا بیشتر به زراعت پرداخت. اما ببینیم مساحت در اندازه‌گیری مساحت. حالا اینو اگر بنویسیم میگه زرع و زراع. خب در زبان فارسی واژه زرع با دالزل نوشته میشه و یا ذراع با واحدی برای اندازه‌گیری طول، به ویژه در دوران باستان و دوره‌های اخیرتر تا اواخر دوره قاجار بوده است و معادل‌های متفاوتی داشته، اما اغلب حدود 104 سانتی متر یا 52 تا 55 سانتی متر در نظر گرفته می شده. در مقابل واژه زرع در زبان عربی معنای کشت یا زراعت است و در اندازه‌گیری مساحت به کار نمی‌برد. اگرچه مساحت زرعی، مساحت کشت می‌تواند به زمینی اطلاق شود که با زرع اندازه‌گیری شده است. حالا اینجا این یه عددی رو گفتش که به نظر میاد خیلی ارزش چیز نداشته باشه، برای اینکه یک واحد طول مرسوم بوده که از نوک انگشت میانی تا آرنج دست اندازه گیری می شده. میگه از اینجا تا اینجا رو بهش میگفتن یک زرع. اگر این باشه ببینید چقدر این نمیخونه با این چیزی که ما در اینجا. زرع متداول حدود 104 سانتی متر، همون 1 متر و 4 سانتی متر. میگه که اگر این باشه با این چیزی که ما در این کتاب میخونیم نمیخونه، یعنی این نیست. برای اینکه میگه علی باب مشتمل olan بزازستان که غله بازاری طرفیnden طولن 15 زرع. این ملکی که اینجا قرار داشته طولش 15 ذره، یعنی اگر حد اکثر متر بذاریم میشه مثلا 15 متر و حالا چند سانتی متر، در حالی که عرضش چقدره؟ زرا و ارزن 3 زرا و عرضش هم 3 متر. یعنی میگه اینجا، در حالی که اینجا نمیتونه
علی باب دکان داشته باشه که نمیشه که اینجا 50 تا مغازه داشته باشه در همین زمینه به این کوچیکی. در اینجا این به نظر که اون زرعی که در حالا ببینیم بقیه چه زرع ارزی میر مسلمان امینیندن حالا ستوا etmiş یا متوا این ستوا باید باشه 60 akçeye isticare eylemiştir. Senevi ehtimalen باشه. این سنوی میر مسلمانه امینیندن میر مسلمان امینیندن اسمش احتمالا مسلمان بوده میر مسلمان امینیندن سنوی یعنی سالانه 60 akçeye استیجاره eylemiştir. اجاره کرده بود و یه نفس قصبه مسفوره ده جامع عتیق امامine مشروط سنوی 720 akçe مقاطعسی olup ma'murini merhum Hüseyin Efendi muhallifatinden iştirak eylediği öğrete hammam dikmekle orada ehtimalen ya öğrene iştirak eylediği örte hemen ya orta bir şeyin o örte hammam dikmekle ma'ruf olan hammami ve yine cami mezbur امامینه امام جلوی مسجد امامینه مشروطه ارسسینی ببینید اونجا یک جایی بوده مشروطه ارسسی بهر سنه 100 به هر سنه 150 akçe مقاطعه olup ma'murini merhum Feridun Efendi muhallifatinden iştira eylediği hanenin şehrine tecdid ve توصیفیندن مستغنی olup cümle توابع و müştemilaتی ile غرب جانبیندن 19 dükkandır. در طرف غربش 19 تا مغازه هستش و نفس چشک بازاری یری که مرحومیندن احمد پاشا اوقافیندن آلوب متولیسیندن نقزنی 30.000 akçe ile 30.000 akçe ile akçeye ve ersesini اون نقزنی حالا نفهمیدم احتمالاً جایی که مثلا یه ساختمون بوده اون قسمت رو میگه 30.000 akçe ile 30,000 akçe ve ersesini musaneheten 3.600 akçeye alıp müceddet ibna eylediki kahvehane ve ekmek فرونی و ekmek اتمک فرونی و جمعانی 32 باب. حالا اینجا هم در کنار حموم هم 32 تا مغازه خیلی بازار بزرگی بوده تحتانی 2 طبقه بوده فوقانی و تحتانی 32 باب öteleri یعنی جلوش و 160 باب دکانی و 3 باب قهوه خانه‌ای و سلواتلی نام یه جایی بوده سلواتلی نام گریه گوربنده. حالا اینجا هم یه روستایی بوده به نام سلواتلی که در اونجا گوربنده یعنی در نزدیک واقع تیمورجی زیتونلیگی دمکل مشهور olup لشهرهاتها تجدیدیندن. حالا این لشهرهاتها دیگه نمیدونم چیه. ممتازolan زیتون هدیگه نیستش احتمال هدیگه باشه هدیگه میشه باغچه هدیگسینی و یه قصبی مزبورده واقع سنان خواجه اغلی و حسن جان احتمالا حسن جان و حسن جان اغلی yurdi demekle Hasan Can oğlu yurdi. Yurt yani mesela vatan. Milk. Hasan Can oğlu yurdi demekle maruf olan sebze bahçesi ki قبلتن مرحوم عبدالله افندی. حالا دیگه میبینی که خیلی تخصصی مربوط به وقف هستش که حالا اینجا یه دعوایی بوده در میان اونها اینها رو فرستادن که برن اونجا رو ببینن. حالا تاریخش که ما رسیدیم اگه بتونیم اونجا رو ببینیم
ببینیم که اونجا آخرش چی میگه. کتاب خیلی جالبی هست، خیلی تخصصی، یه مدرکی در مورد اهمیت زبان فارسی در سیستم اداری 377 سال پیش که خیلی جالب هستش، نشون میده اهمیت زبان فارسی در نوشتن متون. در این حال نشون میده که در 378 سال پیش هم یک نوعی اندازه‌گیری جغرافیایی رایج بوده و هم سندسازی، یعنی امروزه قباله میگن، تاپو میگن در ترکیه، این رایج بوده و اینکه کلمات حقوقی خاص خودش رو داشته. شهر یعنی همین، در شهر و شهرنشینی یا سیستم اداری که وقتی وجود داشته باشه، یعنی دولت وجود داشته باشه، شما با اسناد دیوانی بر اساس اون می نویسه تمامی مدارک رو و این هم خیلی مهم هستش. البته مثلا در آذربایجان هم یه چند تا وقفنامه هستش، ولی وقفنامه ها خیلی قدیمی رو من ندیدم یا نشنیدم. جدیدن مثلا مال چیز هستش که اون دانشگاه چی بوده که حالا میگن خیلی اغراق میکنن، زمینش خیلی بزرگ نیست، میگن 3000 تا طلبه داشته، نمیدونم استاد داشته و اینا. حرفا خیلی به نظر میاد که قابل قبول نباشه، چون که اون منطقه‌ای که حالا من نرفتم ببینم، اینم حرفیه که نباید ندیده تصمیم بگیریم و بگیم که چی بوده و چی نبوده. حالا این صفحه آخر این کتاب رو بخونیم و تمام بکنیم. البته اینجا یه صفحه دیگری هم هستش، ببینیم اونها چی هستش، اونها رو هم یه نگاهی میکنیم. اولمشتر فصار وقفا صحیحا شرعیا محکوما علیه بالصحة واللزوم و متفقا علیه بحیث لا یباع ولا یوحب ولا یورث الی ان یرث الله الارض و من علیها و من علیها و هو الخیر الوارثین. حالا یه حکمی دادن، این حکم رو دیگه ببینیم چی میگه. ببینیم اگه بتونیم این حکم رو بخونیم. خیلی تسلیمیدن انتماع توقیع رفیعی زیور صدر کتاب اولان حاکم عادل الحاسم الفاصل بین الحق و الباطل حضرت لرندن لزوم وقفه حکم شرعی و قضاء مرئی طلب الادکده حاکم مومی ایله، مومی یعنی مهر، حاکم مومی ایله اسیغ الله یا اسبغ الله نعمه علیه بعد تفکر جانب و وقفه نظر و مناع للخیر المقدن حذر ادب جانب وقفی اولا و قول امامینی لعمل اوفق و اجرا گرب. امامین مشار الیهما رأی شریفلری üzere وقف مرقومون صحت و لزومنه حکم محکم شرعی ادب وقف مرقوم وجه معلوم و اسلوب مرسوم üzere وقف صحیح و لازم علوب من بعد نقص و نقصنه مجال محال و تبدیل و تغییری عدم الاحتمال المشتر فصار وقفا صحیحا. حالا دیگه میگه حکم داد قاضی، وقتی قاضی حکم داد که اینجا نمیشه دخل و تصرف کرد و اینا، میگه که فصار وقفا صحیحا شرعیا محکوما علیه بالصحة واللزوم و متفقا علیه بحیث لا یباع ولا یوحب. حالا عربیش هم نوشته اونجا که آقا وقف صحیح شد، شرعی شد، حکم داده شد براش، بر صحت وقف حکم صادر شد و لزومش که این وقف بمونه و متفقا علیه. و حالا اون چند تا قاضی بودن یا هر کسی بودن، اینا متفقن که بحیث لا یباع، به اشاره میکنه به امامین، حالا حنفی و حنبلی احتمالاً اشاره میکنه که رهبران اونها، اون امامهای اولیه متفقا علیه بحیث لا یباع و لا یوحب، نمیشه این رو خرید و نمیشه بخشید چیز رو، ملک وقفی رو، ولا یورث الی ان یورث الله الارض، میگه که نمیشه به ارث گذاشت
به ارثم نمیشه گذاشت زمین وقفی رو، الا ان یرث الله الارض، مگر اینکه خداوند ارض رو، زمین رو به میراث بذاره، و من علیها و هو خیر الوارثین. فمن تعرض فی تحویله و تغییره و سعی فی ابطاله به تزویره فعلیه لعنت الله. هر کسی، حالا میگه که هر کسی بخواد بیاد تعرضی به این بکنه و اینو تغییر تبدیلی درش ایجاد بده یا تلاش بکنه این چیز رو، این وقت رو باطل بکنه، به تزویرهی، با تزویر این رو هم انجام بده، فعلیه لعنت الله، لعنت خدا بر الله بر اون باد، و الملائکه و الناس اجمعین، و اجر الواقف علی الحی الکریم المعین، و الصلاة علی سیدنا محمد و آله و صحبه اجمعین و الحمد لله رب العالمین. جرى ذلك و حرر فی ابا، حالا این جاری شد، عملی شد، و حرر یا حرر فی اواسط شهر رمضان المبارک، در اواسط رمضان چه سالی؟ سال 1907 97 بخشی 1009 نه الف و ستین و تسعه 1079 احتمالا 69. حالا من اینو دیگه خیلی تو عربی عددها خوب نیستم. 6 میشه 6، 60 میشه 60. خب حالا درست شد. 9 و 9 خب تمام. 1069 در سال 1069 همین کتاب نوشته شده. حالا اینجا هم احتمالاً اسامی اون آدم ها رو آورده. عمدة الموالی الکرام فضیلتلی عبدالقادر افندی، فخر المدرسین الکرام فضیلتلی احمد افندی، اعلم العلماء العظام فضیلتلی مفتی احمد افندی. نگاه کنه اینهایی که احتمالاً در این قضیه مصطفی افندی ابن بایرام. حالا اونجا که گفتش که متفقاً علیه، احتمالاً همین قاضی ها رو داره میگه که اینها همگی با هم حکم دادن. مفخر القضات ابوبکر افندی ابن محمد، مصطفی افندی ابن خواجه محمد افندی، خوجه محمد افندی، عمدة المدرسین محمد افندی ابن محرم، قدوة الارباب القلم زبدت اصحاب الرقم یعقوب افندی، فخر الجیوش احمد چاووش ابن مصطفی، اینم فخر الجیوش بوده، زخر الاماجدی و الاعیان سلیمان آقا ابن فایق بکیر، کاتب الحروف عمر افندی ابن الحاج مصطفی القاضی، عمدة المدرسین عثمان افندی ابن عثمان آقا. خب نگاه کنید اینها احتمالاً کسایی بودن که در این فتوا و در این قضیه نقش داشتن. خب این کتاب تموم شد و امروز ما با یک مدرک تاریخی اداری آشنا شدیم که حدود 377 سال پیش یه دعوایی بوده و یه تعداد انسان بسیار زیادی که اسامیشون رو آخر کتاب خوندیم درگیر این حکم بودن که بالاتفاق هم نظر دادن و نظرشون هم اینجا مکتوب شد و به دولت ارائه شد. خب من از خوندن اون کتاب اول رو که نتونستم بخونم، فکر میکنم که اون رو باید خود آدم در وقت خلوتش بخونه، برای اینکه عادت کردن چشم و مغز به نوع حرکت قلم نویسنده بر روی کاغذ برای نقاشی کردن اون چیزی که در ذهنش بود خیلی مهمه و این در یکی دو کلمه و یکی دو جمله و یکی دو سطر امکان پذیر نیست. باید یک چنین کتابی رو که حدود حالا نمیدونم چند صفحه بود یادم نیست، 40 صفحه بود یا 21 صفحه بود، اینها رو باید بخونه، یکی دو بار بخونه تا چشمش به نوع حرکت قلم برای ترسیم حروف و کلمه ها و ترکیب حروف با هم آشنا بشه تا بتونه اون رو بخونه و این هم وقت میخواد.